عادت رسول الله را به جای گرفتی، در مقابل این ناشکرگزار شدی. خداوند فرزند صالحت داد، ناشکری کردی. خداوند فرزند خوبت داد، ناشکری کردی. یک لقمه حلال یافتی، ناشکری کردی. همسری خوب و مطیعه یافتی، اطاعتگر یافتی، در مقابل اون الله را شکرگزار نکردی. عذاب خداوند بسیار سخت است. مهم نیست که خداوند زمین را بلرزاند، مهم نیست که خداوند از آسمان بارانی سنگباران چکار بکند، نازل بکند. مهم در این است که خداوند برای تو را آگاه کردن اولا بار برکات نعمت را میگیرد. برکت نعمت که رفت، الله خود به خود می رود، نعمتم خود به خود می رود. در هر یک چیز شکرگزار باشید. دوم اینکه ایمان کاملی که خداوند میخواهد، اون ایمان را به جای بیاوریم. مولای موسی خدا نگهبانش باشد، هر چیزی که بود بیان کرد. و اون نعمت و اون ایمان کاملی که خداوند میخواهد، ایمانی ظاهرا شر نیست، بلکه ایمانی که عملا و قلبا و لسانا و جوارحا اطاعت اون پروردگار باشد. در مقابل اون پروردگار سری خم تسلیم باید بکنی. ظاهرت مسلمان شد، لا اله الا الله محمد رسول الله گفتی، مسلمان شدی؟ در بیرون ببرا، هر کسی را بگو، عروسی را بگو که برادر این زمین و آسمان را کتا سازدل؟ میگه باغ سازدل، خدا آفریدش. زان که عقایدی ظاهرا ایمان اینها را قرآن من و شما، کلام الله من و شما بیان میکند که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله او ليقولن الله قل افلا تعقلون او تعقلون توقنون. هر دوتاش از اینها سوالشون بکن، میگن خدا آفرید. زمین را که آفرید؟ میگه خدا آفرید. پس چرا یقین نمیکنی؟ پس چرا ایمان کامل به خدا نمیاری؟ زمانا گفتی ایران مسلمانی نمیگوید. در زمان رسول پاک گروهی در گروه ها می اومدند که اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لكاذبون. یا رسول خدا تو رسول هستی. گواهی میدادند، اقرار به زبان میکردند، لیکن خداوند در حالتی که میدانست که محمد صلی الله علیه وسلم رسول خودش است، لیکن آنها که بود یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهم بودند، به زبان میگفتند، به دلشان تصدیق نمیکردند. به زبان میگفتند ما مسلمان هستم، لیکن معذرت میخوام من شما را اینجا تعقیب نکردنی هستم. یکی از شما را من بخیزانم، والله اگر بگم برادر مسلمانی میگی مسلمانم، لیکن من بگم که معنای مسلمانی چیست والله نمیدانی. ظاهرا میگی مسلمانم، لیکن معنای مسلمانی چیست؟ اسلام چرا میگویند؟ یک عروس بگو که تو عروس هستی، خریستیانی میگه من خریستیان هستم، بگو معنای خریستیانی چیست؟ 2 ساعت آبرزت میدهد، بیان کرده میدهد که خریستیان چی هست. ایمان کامل از خداوند، به اون الله تعلق کردن، رابطه کامل به خدا کردن. خدا ای را میخواهد. به زبان گفتی، به دل، در زندگانیت، در معاملاتت، در معاشراتت، در خوردنیت، در همسریت، در نکاح و طلاقت اگر حکم خداوندی نباشد، ای را بدان که تو صفت نفاق داری، مسلمانی واقعی نشده ای. پیامبر خدا صلوات الله علیه و سلم ابو لهب و ابو جهل را وقتی دعوت کرد، گفت اسلام بیاور، به خداوند رابطه بکن، بت پرستی را رها بکن، الله پرستی را سر بکن و بگو که لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل قبول نکرد، گفت نمیخوانم. یاران ابو جهل گفتن که ابو جهل بگو یک کلمه را بگو از محمد خلاص بشه، اعوذ بالله. یک کلمه بود از بگو خلاص بشه. ابو جهل میدونی چی گفت؟ گفت اون محمدی که کلمه ای که میگوید او را من خوانده نمیتوانم. گفت به کدام خاطر؟ گفت من او را بخوانم باید ما تحت اون زندگی کردن برای من شرط است. یعنی که زنا نکنم، شراب نخورم، پاپیراس نکشم، زناگری نکنم، دزدی نکنم، غلامان را آزاد بکنم،
بود پرستی را پرتایم، الله پرستی را بکنم، من این را نمیتوانم. ایمان کامل به خدا شرط است. خدای پاک من میفرماید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس. هر کجای قرآن که خداوند ندا بزند، ندا یا ایها این ندا هست. خداوند همگی در 64 جای قرآن، در 64 جای قرآن خداوند میگوید که یا ایها الذین آمنوا، ای اون کسانی که ایمان داری، دعوا کنی که من مسلمان هستم، دعوا داری که من امتی رسول هستم. خداوند برای چی آمنو گفت؟ و هر کجای قرآن که اگر آمنو بیاید، مقصد از ایمان ایمان نیست. مقصد از ایمان، مراد از ایمان عقلا هست. یا ایها الذین آمنو، ای عقلا، اونهایی که خردمند هستند، در این مغز سرش چیزی دارد، اون تاقی که در بالای سرت ما میمانی اون چیزی دارد. به کدام خاطر خداوند عقلمندان را خطاب کرد؟ زن که خداوند را میشناسد اون کسی که عقل دارد، شعور دارد. خداوند یگان جای قرآن جاهلان را، احمقان را، دیوانگان را خطاب نکرده است. خداوند عقلمندان را به عقلان خطاب نمی کند، جاهل را خطاب نمی کند. اون کسی که ایمان دارد یعنی شعور دارد، عقل دارد، اون خدا را میشناسد. زمانی که حضرت آدم علیه السلام را خداوند تخلیقش کرد، آفریدش، حضرت آدم عقل نداشت، علم نداشت، زبان نداشت، هیچ چیز را نمیدانست، خالی بود، جسم خالی، سری خالی، مغزی به عقل بود. خداوند وقتی که روح را در داخل اون امر نمود، از آدم سوال کرد خداوند که یا آدم، ای آدم، من برای تو چند چیز را پیشنهاد میکنم، در پیش تو چند چیز را میمانم، از ما بین اینها یکیش را انتخاب بکن. آدم گفت پروردگارا چی باشد؟ خداوند گفت که عقل، علم، دولت، همسر، زن، فرزند، اولاد، دنیا، از اینها یکیش را انتخاب بکن. حضرت آدم گفت پروردگارا نمیدانم. گفت برای 7 مهلتت میدهم، ای را فکر بکن بعد از آن بیا. حضرت آدم را فکر کرد، آمد، روز جمعه بود، آمد گفت پروردگارا برای من عقلم بده. خداوند گفت برای چی عقل را انتخاب کردی؟ چرا زن انتخاب نکردی؟ فرزند انتخاب نکردی؟ مال انتخاب نکردی؟ علم انتخاب نکردی؟ چرا عقل را انتخاب کردی؟ حضرت آدم میدونی چی گفت؟ خدایا اگر من عقل نداشته باشم تو را چطور میتوانم عبادت بکنم؟ اگر من عقل نداشته باشم علم را چطور حاصل کرده میتوانم؟ عقل نباشد من همسری را چطور انتخاب کرده میتوانم؟ فرزند را به دنیا چطور آوردن را چطور میدانم؟ این عقل است. خداوند بعد از آن عقل را تخلیق کرد، عقل آفرید، عقل را 10 تقسیم کرد، 9 قسم عقل را به شما داد، به مردها داد، 1 قسم عقل را خداوند به زنها داد. شهوت را هم 10 قسم آفرید، 9 قسم شهوت را خداوند به زنها داد، 1 قسم شهوت را خداوند به مردها داد. این معلوم است ظاهرا آنهایی که همسر دارند، اون انسانی که عقل دارد، اون انسانی که عقل دارد پروردگارش را میشناسد. خدای پاک من همین خاطر میفرماید که ای عقلا، ای خردمندان، ای اون کسی که عقل داری، آمنو کما آمن الناس، ایمان بیاورید همون طوری که مراد از ناس صحابه ها هست، همون طوری که یاران رسول الله ایمان آوردن همون طور ایمان بیاورید. یاران رسول الله چی خیلی ایمان آوردن، در هر حالت که بودن با الله بودن، در هر حالت که بودن عبادت خدا را میکردن. رنگی بعضی ها نبودن که اکثریت مردمان خدا را که یاد میکنن. خدا نخواسته اگر از خانه ما یا اینکه از خانه شما یگان کس فوت کند، اگر بعد از آن چیکار میکنیم؟ در سرمان در حیات تاقی ماندگی نیستی، تاقی میمونی، جامه رو میپوشی، لاکی بدعتی را گرفته در میانتان میبندید، الله الله گفته یاد میکنیم. وقت خداوند میگه که در هر حالت که هست من در یاد تو باشم.
در هر حالت که هست رابطه ایمان تو با من مستحکم باشد. توجه را اینجا بکن. کسی میاد میره او را نگاه نکن، اینجا نگاه بکن. کی میخیزد کی میرود او را نگاه نکن، وگرنه هر آنچه که میشنوید خوانده نخوانده برابر شد، فضل خدا صادر شد. از جایتون هم نخیزید. کلام خداوندی مهمتر است. خداوند جل جلاله همون طوری که ایمان صحابه ها آوردند همون طور خداوند میخواهد. یهودی پیش عدد عمر آمد، گفت یا عمر متى تعبدون ربکم؟ یا عمر گفت اون خدایی که شما دعوا میکنید که یکتا هست، احد هست، صمد هست، بنیاز است، نظیر ندارد، لا اب له ولا ام له ولا اخت له هست، اون خدا را کی پرستش میکنید؟ حضرت عمر گفت ما 24 ساعت خدا را عبادت میکنیم. این یهودی بود، گفت ما خدا را وقتی طلوع آفتاب، وقتی غروب آفتاب ما خدا را خدای خودمون را پرستش میکنیم. حضرت عمر گفت ما 24 ساعت خدا را عبادت میکنیم. صار متحیرا و سئل مرة اخرى، در حیرت زد اعرابی یهودی، گفت یا عمر الا تأکلون ولا تشربون؟ ای عمر نمیخورید، نمی نوشید، زن ندارید، همسر ندارید، تجارت نمی کنید، زراعت نمی کنید، دهقانی نمی کنید؟ حضرت عمر گفت ما میخوریم، می نوشیم، همسر داریم، زراعت میکنیم، تجارت میکنیم، همسری داریم، فرزند داریم، لیکن خدا را عبادت میکنیم. گفت این چطور ممکن است؟ این همه خیال است و وصال است و جنون. در یک جا بخوری، در یک جا عبادت بکنی، اینجا زن داشته باشی اونجا عبادت بکنی، در جاگه در پیش زن بدرای عبادت باشد، این چطور ممکن است؟